درود به همه وحشت بازا، به یه ماجراجویی ترسناک خوش اومد. البته اینو بگم که امشب یه دونه ماجراجویی نیاوردم، 2 ماجراجویی براتون آماده کردم که یکیش از آلبرتو دلارکوی که اکثرتون میشناسین، شخص شناخته شده‌ای هست، و یه جستجوی عربی براتون آوردم. اولش شاید اسم جستجوگرهای عربی‌ها شاید یه ذره گارد بگیره، ولی این ویدیو نظرتون رو عوض میکنه. رسیدیم به اولین ماجراجوییمون که توی کشور عربی ضبط شده. حالا اسم جستجوگرش رو الان نمیدونم، ولی بعد اینکه ویدیو رو ضبط کردم اسمش رو براتون مینویسم بالا که بدونید کی هستش. وارد یه خونه میشه، مثل اینکه سحر داخل این خونه هست، جادو داخل این خونه هست، که همین که وارد میشه اتفاقات ماورای شروع میشه. بسم الله. بسم الله. یه بار دیگه صحنه رو ببینید. همون اول دیدیم پنجره بسته بود، یکم جلوتر میره دوباره نگاه میکنه میبینه وا شده. بسم الله. بسم الله. ببینید درها جوری وا میشن که انگار اینو دعوت میکنن داخل، یعنی هر جا رو وا میکنن این باید بره اون تو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بارها دیدین که درها باز و بسته میشدن خود به خود، ولی یه صحنه بود که یه چیزی اونجا بود که نباید می بود. یه چیز سیاه که اونجا داشت سرک میکشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. بسم الله. هیچی نیست، همون لحظه رفت داخل. ببینید این ترسا، این جیغایی که میزنه خیلی طبیعیه و اصلا ویدیو کات هم نخورد، همون لحظه وارد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. هیچ کس رو نتونست پیدا بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اللي سوى هنا؟ استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم صدا الله. پا اومد و اونقدر دیگه همه چی به هم میریزه، مجبور میشه فرار بکنه چون نمیتونست دیگه واسه اونجا، خونه داشت میریخ رو سرش و خب نه طلسمی رو تونست اونجا پیدا کنه، یعنی وقت نگه اصلا نتونست، الرحمن الرحيم. بسم الله. و نه اینکه اینا چیزایی بودن که بگیم انسان داره انجامش میده. واقعا مشخص اینجا یه داستانی هست، این تسخیر شدنی هست. آلبرتو دلارکو رو اگه نمیشناسید، یه شخص خیلی شناخته شده توی کشورهای لاتین، به خصوص مکزیک، که میلیونی دنبال کننده داره و کلی برنامه‌های تلویزیونی دعوتش کرد. برنامه‌هاشو کلا برای کانال‌های تلویزیونی درست میکنه و یوتیوب، جفت با هم فعالیت میکنه. این بار با یه گروه دیگه وارد یکی از تسخیر شده ترین جاهای مکزیک میشن که حالا اسمای قاطی پاتی دارن، اسمای لاتین دارن که نمیشه تلفظ کرد، ولی اینجا خیلی معروفه تو مکزیک. Algunas motos a lo lejos. Me imagino que ese templo pertenecía también aquí a... ¿Me viste? Un efecto péndulo que está haciendo... Este es un farol.
داشت تکون میخورد همون اول که اینا وارد شدن. اینجا که دارن راجع به اون صلیب قدیمی صحبت میکنن صدای جیغ میاد که خود آلبرتو هم میشنوه. همون اول کار واقعا از یه جن فیلم میگیرن. حالا شاید بگید چطور؟ اینجا رو ببینید قشنگ یه حاله کوچولو موچولو کوتوله رد میشه از اونجا میره. Sí, obviamente aquí en la hacienda perecieron varios trabajadores, varias trabajadoras, pero pues accidentes que se daban, ¿no? Por el giro de la ex hacienda. ¿Qué hacían en esta ex hacienda? Te digo, era ganadera, era de cultivos. داره راجع به اتفاقی که برای کشاورز قبلی که اینجا کار میکرد توضیح میده که در وا میشه. ¿Pasó algo? Es muy interesante esa cúpula. No todas las haciendas tienen esta parte. Oye, otra vez un grito de mujer. اینجا داره میگه که مزرعه ها که از این چیزا ندارن. پس اینا چیه؟ سری ساختار و چیزای اینجا هست که یکم غیر عادیه. Es que está hermético, está encerrado. La única entrada y salida es la puerta. Fue en una de las puertas, sí. Hola. میگه سلام. No hay nadie, Beto. Nadie, nada más que nosotros. Nadie. De hecho, nos dejaron nosotros el candado para cerrar y que nadie nos molestara. Ok. Y este es el pasillo, ¿no? Donde dices Sí, que aquí. se está moviendo. ¿Qué? مثل اینکه یه سایه رو دیدن A ver, yo no vi که nada. سریع از اونجا رد میشه. No lo veo. Ok, me paro aquí. میرن ها سمتش ولی چیزی رو نمیتونن اونجا پیدا کنن. حالا بذار صدا رو زیاد کنم. ¿Le alcanzaste a captar? میگه میبینیش؟ Ok, ¿estás dándole zoom? ¿No quieres que nos acerquemos mejor? ¿O lo tienes ahí? اینا اونجا وایساده بود داشت نگاهشون ¿Una sombra میکرد. de zoom? سیاه ¿No quieres que nos سیاه. acerquemos mejor? اینا اینجاست. ¿O lo tienes ahí? Vi una sombra muy rápida. یه خیلی سریع بود. واقعا راست میگه اصلا غیر قابل باور سریع بود. Vi una sombra muy rápida. A ver. Voy para allá. Ahí quédate si quieres. Voy para allá. اینا دندقم ندارن. هر چی میبینن همون لحظه میرن بالا سرش. La misma que vi, güey. No. ¿Es lo mismo que viste? Sí. Lo vi por acá, ¿no? چون لحظه رد شد اینا دقیق متوجه نشدن چی بود. فقط یه لحظه یه چیزی رو دیدن که رد میشه و سریع خودشون رو میرسونن به اونجا. ولی خب اون فقط شروع ماجرا بود. Secadora, lavadora, bueno, no corresponde a la época, pero pues se entiende, ¿no? Que ya todo lo van cambiando de alguna forma. Vemos un poquito de humedad en el techo, una regadera. اینجا داره راجع به محیط اطرافش صحبت میکنه. Les falta. No, más bien sí está terminada, yo creo, pero. که اتفاق به شدت وحشتناکی میفته. No se escucha algo por acá. No escucha. یه چیزی میاد Se ve algo, a ver, déjalo. از پشت شیشه اینا رو نگاه میکنه. خیلی واضح Se ve algo, a ver, déjalo. متوجه میشن. حالا الان نشونتون میدم خودم. اون گوشه وایستاده بود. اگر دقت بکنید رنگش فرق میکرد. اینها اینا سریع از اونجا میرن اینور. هیچی نیست. ¿Cuál? Se vio algo como blanco, no sé qué era. میگه ما یه چیز سفید دیدیم اونجا. Vi algo como blanco. Como una cara, güey. No Ajá, sé. a lo mejor era un pero rostro, no pequeñita, sé. güey. Sí, no era muy یه شبیه صورت بود ولی کوچولو بود. بزرگ نبود. قیافش مثلا جثه‌ش کوچیک Muy بود. diferente a donde estábamos. Esa es la parte de... جالبه که دوستان بارها که این موجودات خودشون نشون میدن رنگاشون فرق داره. بعضیشون سفید خودشون نشون میدن، بعضیشون سیاه هم.
بازم اینجا قضیه تموم نمیشه. یه ببینید چه ویدیویی براتون پیدا کردم. Otra vez un niño, qué curioso, ¿no? ¿Ya viste cuántos calentadores hay? Hay muchísimos calentadores. Los dueños y también aparentemente de repente rentan aquí para que te vengas a quedar. ¿Ah, sí? Obviamente gente conocida. Ah, ok, estaría interesante pasar mucho aquí, aunque la verdad no sé si me gustaría, porque al menos aquí en este patio sí me siento un poquito raro. Sí siento un poquito más de nerviosismo. No me یه gusta. ذره استرس دارم، یه ذره حس عجیبی دارم. Voltea tu lámpara, digo tu cámara. Tony, se me hizo ver algo por allá. Dime si es verdad o no. یه نور رو ببر اون سمت. ببین من درست میگم یا نه؟ چون آلبرتو دلارکو مدیومه، حس میکنه موجوداتو و وقتی نور رو میبره اونجا واقعا یه چیز سیاه اونجا وایستاده بود که تو تاریکی مطلق این شخص فهمید و گفت که نور رو بندازیم ور اونور ببینیم که چیزی اونجا هست یا نه. ¿Lo tienes? ¿Qué es? یا آره یه چیزی اونجاست، یه سایه اونجاست. Estamos muy lejos. A ver. A mí se me hizo verla también. Yo vi algo flotando, güey. Ajá, como una sombra. یه شبیه به یه سایه بود که از اونجا رد شد. A ver, allá atrás se ve. No sé, pero allá atrás se ve algo. Está en oscuro, ¿no? Sí, ahí. ¿Era allá atrás? ¿No? Es que vi algo ahí también. یکی آیا اونجا بود داره جای دقیقشو میپرسه از همکارش. خیلی عجیب بود ولی عجیبترم میشه. اینا که رفتن اونجا غیب شد ولی یکم بعد دوباره یه چیز دیگه خودشو نشون میده. ¿Sigues aquí? میگه آیا تو هنوز اینجایی؟ ¿Sigues aquí? بازم پرسید آیا تو هنوز اینجایی؟ میگه یه چی داره حرکت میکنه. میگه کجا؟ چراغو میگیرن؟ میگه اونجاست. ¿Dónde? ¡Oh, logoro! صدا جیغ اومد. احتمالش کمه شما بشنوید خیلی ضعیف بود. Allá. ولی من شنیدم پشت حالا هندزفری. یه لحظه دوستان اینجا رو نگاه کنید. خوب دقت بکنید. کورکو پرتون قراره بریزه. صدا جیغ که اومد همون نقطه رو یه لحظه چراغ میگیرن. اینجا یه چیزی داشت رد میشد که سریع متوجه میشن. سعی میکنن برن سمت شالونا رو. Es que por allá se vio algo, por acá se oyó algo más. Parece que están rodeándonos. Y es que ya fueron de یه انگار محاصرمون کردن. entradas, güey. No hay otras, güey. No hay más. دیدید دیگه دوستان خودتون اینو داشت میرفت برای خودش یا دوستان همینقدر بود؟ خیلی طولانی تر بود. منتها من اون بخشایی که اتفاقات ترسناک میفته رو براتون گذاشتم. خیلی دارک بود واقعا. نظر شما چیه دوستان؟ به نظرتون چی باعث میشه که یه مکان اینقدر نحسی داخلش باشه؟ تمام ویدیوهایی که امشب دیدید فقط جنبه سرگرمی داره و هر گونه تصمیم راجع به واقعی بودن و نبودن این ویدیوها با خود شماست. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید. اگه این ویدیو به اندازه کافی براتون ترسناک بود مطمئنم این دوتا ویدیوی دیگه شما رو وحشت زده میکنه. تا یه ویدیوی ترسناک دیگه خدا به همراهتون باشه. فعلا.